صبح زیبای روز چهارشنبه تان باز هم بخیر باشد. در ادامه برنامه صبح آرزو با شما از دل ما همراه هستیم و ما در بخش مهمانخانه قرار داریم. خوشبختانه من میهماندار هستم. مهمان این بخش ما جناب استاد عبدالکبیر عزیزی، استاد دانشگاه همراه ما هستند و ما امروز میخواهیم در مورد تاثیر ارزها و هم کرنسی بالای قیمت‌های کالا بیشتر بدانیم. جناب استاد سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدین به صبح آرزو. عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما، خدمت تمام دستاندرکاران خوب تلویزیون آرزو و عرض سلام و احترام خدمت تمام هموطنان عزیزم. بله جناب استاد، ما هم خیلی خرسند هستیم که شما را یک بار دیگر با خود داریم. سلامت قربانتان، تشکر. صبح چی آغاز کردین جناب استاد؟ خبر هستم که یک ذره مریض هم هستین، شفا باشه. سلامت باشین. خوب آغاز کردیم. هوا خوب است. زمستانی است. زمستانی است. بله. قبل از یک طرف موضوع امروز بحث بریم جناب استاد، در علم اقتصاد یک واژه هست میگه کسر بودجه. بله. یکم طور پرسان میکنیم چطور از اوضاع مالیت میگه و کسر بودجه مواجه هستم. یعنی چی؟ یعنی که بودجه منفی است دیگه متاسفانه. یعنی زیرو است، بیخی صفر. صفر است، از صفر هم قرضدار است. بسیار عالی. بیشتر میپردازیم جناب استاد. یک تعریف در نخست از ارز داشته باشیم. وقتی که ما در داخل جامعه باشیم، بله. با مجموعه از پولای بیرونی که در ما بخوایم با اون معامله بکنیم برش بله. اسعار میگیم. بله. ولی اگر ما بخوایم با یک پول خارجی در ارتباط باشیم برش میگیم ارز. مثلا دلار در برابر افغانی یک ارز خارجی است. بله. پوند در برابر افغانی یک ارز خارجی است. پس ما به صورت ساده گفته میتونیم با پول خارجی نسبت به پول داخلی برش میگیم ارز. ارز. بسیار خوب. دلیل نوسانات ارز در چی است و چی تاثیر بالای قیمت‌های کالا داره؟ اگر ما بخوایم ببینیم دلیل نوسانات ارز بستگی به خیلی عوامل داره. بله. اما عوامل عمده عمومیش میتونه عرضه و تقاضا در بازار باشه. این خیلی نقش اساسی داره. بله. معمولا ما میبینیم وقتی که تقاضا برای ارز خارجی زیاد باشه، نرخ ارز خارجی در جامعه افزایش پیدا میکنه. بله. این یک بحث قضیه است. مسئله دیگه مسئله تجارت است. واردات صادرات نقش بسیار عمده روی ارز داره. مثلا ما میبینیم کشورهای وارداتی معمولا ارز خارجی در این کشورها چی است؟ با ارزشتر است. بله. پول داخلی پایانتر است چون معامله زیاد صورت میگیره. دیگه عوامل تاثیرگذار سیاست هاست. ما شاید هستیم سیاست های اقتصادی میتونه باشه، سیاست های پولی میتونه باشه. روی ارز چی میکنه؟ تاثیر وارد میکنه. پس اینی عوامل مجموعه میتونه که دقیقاً روی ارز تاثیر وارد بکنه. و تاثیر از روی قیمت کالاها هم در جامعه می باشه. چون ما میفهمیم که تمام مجموعه کالاها خرید و فروش در سطح بین الملل با ارز خارجی دلار پذیرفته شده معامله میشه. وقتی که دلار افزایش پیدا بکنه در مقابل پول داخلی تا حدی ما میتونیم بگیم قیمت کالاها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. پس به همین خاطر گفته میتونیم که کشورهای معمولا کشورهایی که وارداتی هستند سعی بر این دارن که ارزش پول خودشان بالا باشه. و کشورهای وارداتی کشورهای صادراتی معمولا میخواین ارزش پولشان پایان باشه. کشورهای وارداتی معمولا میخواین ارزش پولشان بالا باشه چون با این سیاست بتونن که اونمو ثبات پولیشان حفظ بکنن و کالا را ارزانتر در بازار خودشان در چرخش بیارن. بله بسیار خوب اشاره کردین جناب استاد. به نظر شما با ارزشترین ارز کدام ارزها هست در بازار اقتصاد؟ خب از لحاظ حجم معامله اگر ما بخوایم بگوییم دلار در سطح اول قرار داره. بیشترین معامله روزانه با دلار صورت میگیره. ولی ما اگر بخوایم ببینیم ارزها را از لحاظ نسبت به پول افغانی ما پوند داریم، یورو داریم، دلار داریم، همین پولای کشورهای عربی، دینارهای عربی را داریم. اینها در رنکینگ که بالا قرار داره از لحاظ ارزشش. ولی از نگاه ای که کدام بیشترین حجم معامله را داره ما میتونیم بگیم که بیشترین حجم معامله در سطح جهان دلار بیشترین ارزش داره که معامله صورت میگیره چون پذیرفته شده در همه بخش‌های اقتصادی می باشه. بله عالی است. من میخوام یک سوال از خودتان درباره خودتان پرسم بکنم جناب استاد که آخرین باری که شما یک ارز تبدیل کردین یا هم اکسچنج کردین چی وقت بوده؟ یک هفته پیش. دلار بوده. دلار بوده. بسیار خوب. عوامل مؤثر بر قیمت‌های ارز چی میتونه باشه؟ خب عوامل مؤثر در داخل جامعه خودمون در افغانستان ما میتونیم بگیم اما عرضه و تقاضاست. یک مسئله خیلی عمده است. ما میبینیم با یک شنیدن یک خبر با یک عکس العمل سیاسی
مردم رجوع میکنن به پول خارجی بله، و این دقیقاً. باعث میشه که یک مقدار روی ارز خارجی تاثیرات وارد کنه بله. و ارز قیمتش افزایش پیدا بکنه. دیگه سیاست های خود بانک مرکزی است. بله. بانک مرکزی خوشبختانه بانک مرکزی در یک سال دو سال اخیر ما شاهدش هستیم که سیاست های پولی خوب اعمال کرده. ما به خصوص در یک سال اخیر میتونیم بگیم که تانستیم در منطقه ارزش پول افغانی را حفظ بکنیم. بله. ما شاهد از این بودیم در سال 2023 دلار نسبت به تمام ارزها در منطقه یک سیر سودی داشت. ولی تنها کشوری که در این مقاومت کرد، مبارزه کرد، پول افغانی بود که ارزش خودش را حفظ کرد. پس به صورت ساده گفته میتونیم که سیاست های دولت، عرضه و تقاضا، صادرات و واردات، رفتار خانواده ها، تمام اینها میتونه که روی ارز خارجی در داخل یک جامعه تاثیر داشته باشه و باعث افزایش و کاهش ارز خارجی شود. بله، بسیار خوب. ارزش ارزها چی میتونه تعیین بکنه ارزش ارزها را؟ در گذشته میگفتند که پشتیبانی پول در IMF بله. صندوق وچی پول میتونه که ارزش اسعار را تعیین بکنه، ولی امروز همین مسئله تا حدی رد است. قدرت اقتصادی، بله. GDP کشورها، GNP کشورها، رشد اقتصادی کشورها، توسعه اقتصادی کشورها، سیاست های کشورها، بله. این بیشترین تاثیر در رابطه به ارزش پول کشورها داره و این باعث شده که اینمی پشتیبانی پول کشورها باشه که ارزش از یار در سطح جهان چی بکنه؟ حفظش بکنه. مثلا کشورهایی که GDP خوب داره و بیلانس تجارتشان در حالت توازن قرار داره، بله. در این صورت ما میتونیم بگیم که یا تانسته با استفاده از همین سیاست ارزش پول خودشان هم حفظ بکنه. بله. ولی کشورهایی که دچار کسر بیلانس تجارت است متاسفانه با مشکلات بی‌ثباتی ارز در داخل جامعه خودشان مواجه هستند که بی‌ثباتی ارز متاسفانه میتونه که زیربنای اقتصاد کشورها را خراب بکنه. بله. یک بارگی نابود بکنه و میلیاردها ضرر در سطح جامعه چی بکنه به وجود بیاره. بله. GDP گفتین هدفتان؟ ما یکی GNP داریم، بله. تولیدات ناخالص ملی است. بله. یکی GDP داریم، تولیدات ناخالص داخلی است. آنچه که در داخل کشور تولید میشه اینو برش میگن GDP و GNP آنچه که در داخل و خارج اتباع یک کشور فعالیت میکنن برش میگن GNP. بسیار عالی. یک اصطلاح اقتصادیات داشت و من 3 اصطلاح شد جناب استاد. عالی است. نرخ ارزها چگونه تعیین می شود و چگونه کنترل میشه؟ نرخ ارز در داخل جامعه توسط بانک مرکزی کشورها تعیین میشه. ما در اوایل تشکیل حکومت در دوره قبل بله. آمدن نرخ پول افغانی را در مقابل دلار ثابت قرار دادن. یک دلار معادل 50 افغانی. این یک مدت پیش رفت. بله. بعد از مدت بانک مرکزی به این پی برد که این به نفع جامعه نیست، باید نرخ اسعار شناور باشه. شناور به این معنی که بر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل بگیره. به همین خاطر آمدن به اساس عرضه و تقاضای بازار دلار در مقابل افغانی شکل دادن. ما امروز میبینیم که نوسانات داریم، دلار افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، افغانی افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. حال چی معیاری وجود داره یا چی سیاستی وجود داره؟ ما نمیتونیم که ارزش پول خود خیلی بالا و نمیتونیم ارزش پول خود خیلی پایان بریم. یک مسئله در اقتصاد جست مسئله انفلاسیون یا تورم. به همین خاطر سعی بری است که مجموعی پول، نقدینگی پول در بازار مساوی به مقدار کالا در بازار باشه. اگر بیشتر از کالا باشه تورم به وجود میاد. پول زیاد است، کالا کم است. اگر کالا زیاد باشه، پول در بازار کم باشه، در اینجا ما دچار عدم نقدینگی هستیم، یعنی کالا از پول نیست. در این صورت معمولا کشورها سعی بری دارند که مجموعی کالا، ارزش کالا با پول در جامعه با هم مساوی باشه. و همچنان میگن که 3 الی 5% پول بیشتر از کالا در جامعه باشه مشکل ساز نیست. چون یک مقدار پول پس انداز میشه، در خانواده ها ذخایر احتیاطی نگهداری میشه. این الی 3 الی 5% است. اما اگر بیشتر از این باشه ما دچار یک مسئله مشکل دیگه اقتصادی به وجود میاد، مسئله تورم. پس به همین خاطر دولت ها همیشه سعی دارند که پول خودشان با نرخ اسعار هم در جامعه به شکل
توازن نظر به نیازمندی جامعه، عرضه و تقاضا در نظر بگیرن. بله، که ما میبینیم دولت ما هم، حکومت فعلی هم هر هفته مقدار پول وارد بازار میکنه، لیلام میکنه که دیروز ما شاهدش بودیم که 17 میلیون دلار توسط بانک مرکزی لیلام شد. بسیار خوب اشاره کردین جناب استاد. از عرضه و تقاضا یاد کردین. تاثیرات عرضه و تقاضا روی ارزها چگونه میتونن باشه؟ خیلی زیاد. در کل ما میتونیم بگیم که همین اقتصاد، اساس اقتصاد عرضه و تقاضاست. این همین عرضه و تقاضاست که بازار را میسازه. اگر عرضه و تقاضا نباشه خب برای عرض و تقاضای به وجود نمیاد. به همین خاطر ما هر قدر که بتانیم عرضه و تقاضا را در حالت اونمو مساویش قرار بدیم، به همون اندازه ما میتونیم بگیم که ثبات روی ارزم در جامعه چی میشه به وجود میاد. پس عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم روی ارز داره در جامعه و هر قدری که ما عرضه و تقاضا را در حالت مساوی قرار بدیم میتونیم بگیم به نفع جامعه است و میتونه که اونقدر بی‌ثباتی در پول داخلی هم به وجود نگه. در حالت متوسط میتونه باشه. نظر به نیازمندی ها ما میتونیم جابجاییش بکنیم. بله، بسیار خوب اشاره کردین. به عنوان آخرین سوال جناب استاد، در یک جامعه باید افراد جامعه از کدام کرنسی استفاده بکنن تا به خاطر اقتصاد ملیشان پیشرفت بکنن؟ فقط پول داخلی و به هیچ پول دیگه وابسته نباشن. و ما اگر بخوایم با خود با پولای خارجی وابسته بسازیم، در حقیقت بی‌ارزشی به پول خود به وجود میاریم، تقاضا به پول خارجی داشته باشیم، بی‌ارزشی به پول خود ما به وجود میاد و این باعث میشه که ارزش پول ما کاهش پیدا بکنه. هویت ملی، پول ملی مهمترین اصل است. شما هر جایی که برین واحد پولتانه با هم واحد پولتان یاد میشه. پس ما با حفظ و احترام به کشور خود و واحد پولی خود از پول ملی خود استفاده بکنیم. بله، بسیار زیاد تشکر. خیلی عالی معلومات را کردین جناب استاد. خیلی خوش آمدین به صبح. قربان. تشکر.